کمیته دینی تاجیکستان از شهروندان خواسته است تا با اعلان‌های شرکت‌هایی که گویا به حج فرضی می‌فرستند باور نکنند. با اطلاع منبع وقت‌های اخیر توسط شبکه‌های اجتماعی از جانب شرکت‌های سیاحی برای سفربر نمودن شهروندان تاجیکستان اعلان‌های تبلیغاتی نشر می‌کنند که صلاحیت سفربر نمودن شهروندان خارجی را ندارند. کمیته تاکید کرده است که شرکت‌های سیاحی کشورهای دیگر نمی‌توانند برای تاجیکستانیان روادید حج را دسترس نمایند. بنابراین آنها با دادن روادید سیاحی یا روادید دیگر بعضی از شهروندان کشور ما را تا به کشور میزبان برده در آنجا به حال خود می‌گذارند، نوشته است این نهاد. به گفته مسئولین در موسم حج سال گذشته بین نفرانی که در نتیجه ریدهای کشور میزبان حج دستگیر جریمه بندی و اخراج شدند تاجیکان نیز بودند که به گفته کمیته با اعلان‌های شرکت‌های خارجی باور کرده توسط چنین کشورها به سفر حج رفته بودند. در گذشته ساکنان مستقلانه به حج می رفتند، اما چند سال باز این بخش زیر نظارت تنها کمیته. در همین حال بعضی از ساکنان گفتند خدمات شرکت‌هایی که به کمیته دین تعلق دارند قیمت است و بنابراین توسط شرکت‌های مستقل سیاحی تاجیکستان و یا ازبکستان و روسیه به حج می روند.